بانویی با حجاب در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در فرانسه خرید می‌کرد. خریدش که تمام شد برای پرداخت به صندوق مراجعه کرد. صندوقدار زنی بی حجاب و البته عرب بود. صندوقدار نگاهی از روی تمسخر به او انداخت و همینطور که داشت بارکد اجناس را وارد می‌کرد، اجناس او را با حالتی متکبرانه به گوشه میز می‌انداخت. اما خواهر با حجاب ما که نقاب بر چهره داشت خونسرد بود و چیزی نمی گفت و این باعث می شد صندوقدار بیشتر عصبانی شود. بالاخره صندوقدار طاقت نیاورد و گفت ما اینجا در فرانسه خودمون 1000 تا مشکل و بحران داریم و این نقابی که تو روی صورتت داری یکی از همین مشکلاته که عاملش تو و امثال تو هستید. ما اینجا اومدیم برای زندگی و کار، نه به نمایش گذاشتن دین و تاریخ. اگر میخوای دینت رو نمایش بدی یا نقاب به صورتت بزنی، برو به کشور خودت و هر جور که میخوای زندگی کن. خانم محجبه با خونسردی اجناسی که خریده بود را داخل نایلون گذاشت. نگاهی به صندوقدار کرد، نقاب را از چهره برداشت و در پاسخ به صندوقدار که از دیدن چهره اروپایی و چشمان رنگین او جا خورده بود گفت من جداً در جد فرانسوی هستم. این دین من است و اینجا هم وطن. شما دینتان را فروختید و ما آن را خریدیم. دین فروشی این است که انسان برای به دست آوردن دنیا و متاع ناچیز آن دین خود را از دست بدهد. در واقع دین خود را رها کند تا به دنیای فانی دست یابد. این معامله‌ای بسیار زیانبار است، چرا که مدت زمان محدود دنیا به هیچ عنوان قابل مقایسه با زندگی جاویدان اخروی نیست. از همین رو چون این کسانی جزء بدترین انسانها معرفی شدند. برای حمایت از ما کافیه که این ویدیو رو لایک کنید و اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید. التماس دعا.